سلام به همه دوستان عزیز در کانال نورستانی. امروز قراره با هم یه نگاهی تازه بندازیم به یکی از مشکلات شایع این روزها، گرفتگی رگ‌های قلب. اما نه فقط از دیدگاه پزشکی کلاسیک، بلکه زاویه کاملا متفاوت علوم اعصاب، تغذیه و روانشناسی عصبی. شاید خیلیامون فکر کنیم که گرفتگی عروق فقط به خاطر چربی بالاست یا کلسترول زیاده، اما واقعیت عمیق‌تره. این مشکل از غذاهایی شروع میشه که مغز رو ملتهب میکنه، خلق و خو رو پایین میاره، سیستم استرس و مغز رو هم به هم میریزه. اما وقتی که ما تغذیه ناسالم داریم، پر از قند، چربیهای ترانس و مواد فرآورده شده، محور استرس مغز یعنی HPA اکسیس رو فعال میکنه. نتیجه این افزایش کورتیزول، التهاب به سیستماتیک و تنگی عروق و همه چیز رو همراه داره. یعنی هر لقمه اشتباه در واقع یه پیام اضطراب و افسردگی رو میفرسته و مغز کم کم قلب رو هم وارد بازی میکنه. اینجاست که ارتباط مغز و قلب واقعی تر میشه. یعنی افسردگی، اضطراب، بی‌انگیزی و خیلی چیزهای دیگه. خیلی وقتا با گرفتگی عروق هم مسیرن، چون ریشه عصبی و تغذیه‌ای دارن. و حالا برسیم به راه نجات. یه تغذیه کاملا هدفمند و آگاهانه که بتونیم داشته باشیم، یعنی غذاهایی که التهاب رو خاموش میکنه، مغز آروم نگه میداره، سروتونین رو بالا میبره و رگ‌ها اجازه تنفس میده. در واقع غذا فقط انرژی نیست، یه نسخه عصبی باهاش میتونن نورون هامون رو ترمیم کنیم، خلق و خومون رو بهتر کنیم و از قلبمون محافظت کنیم. پس بیاین از این به بعد به بشقاب غذامون یه جور دیگه نگاه کنیم، مثل ابزار درمانی هوشمند، نه فقط وعده روزمره. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. تا گفتگوی بعدی در نورستانی، مغزتون آروم و قلبتون همیشه باز.